سلام. قبل از شروع ویدیو لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. تصور کنید قبل از باز کردن یک خبر، موبایل یا کامپیوتر شما به شما هشدار دهد این محتوا احتمالاً جعلی است. هوش مصنوعی امروز با تحلیل دقیق متن، تصویر و منبع می‌تواند تقریباً در لحظه تشخیص دهد که آیا اطلاعات صحیح هستند یا خیر. اما سوال مهم اینجاست: اگر هشدار داده شود و شما آن را نادیده بگیرید، مسئولیت اطلاع رسانی بر عهده چه کسی است؟ برای مثال، در یک مورد واقعی، یک کاربر خبر یک حادثه ترسناک را باز کرد. هوش مصنوعی هشدار داد که خبر نادرست است، اما او هشدار را نادیده گرفت. نتیجه این شد که اطلاعات اشتباه بین هزاران نفر منتشر شد و باعث ایجاد نگرانی و ترس شد. این تجربه نشان می‌دهد که آینده نزدیک دیگر تشخیص حقیقت فقط به انسان‌ها وابسته نیست، بلکه به الگوریتم‌هایی وابسته است که ما طراحی کرده‌ایم. تصمیم‌گیری‌های ما با توصیه هوش مصنوعی همراه می‌شود و این موضوع باعث ایجاد سوالات اخلاقی و اجتماعی می‌گردد. در پایان، این فناوری می‌تواند ما را از اخبار جعلی محافظت کند، اما نیازمند توجه و استفاده مسئولانه است تا آینده‌ای بهتر